سوفیا یه مشاور املاکه و به تازگی یه خونه لوکس رو فروخت و $7,000 کمیسیون گرفت. وقتی اومد خونه به شوهرش گفت که میخواد همکاراشو شام مهمون کنه. شوهرش که آدم باهوشی بود بهش گفت نیازی به مهمون کردن همکارات نیست، در عوض مشتری رو مهمون کن. چند روز بعد همون مشتری یه خریدار دیگر رو به سوفیا معرفی کرد. اون یه معامله دیگه کرد و تونست $12,000 کمیسیون بگیره. این بار از شوهرش پرسید این مشتری هم مهمون کنم؟ سرشو تکون داد و گفت نه، شامو بی خیال شو، فقط توی یه پاکت $5,000 بذار و بده بهش. سوفیا مردد شد. بهش گفت $5,000 برای یه هدیه خیلی زیاده، ولی به هر حال این کارو انجام داد. چند روز بعد همون مشتری 2 از دوستاشو آورد و هر جفتشون خونه خریدن. سوفیا $24,000 کمیسیون گرفت. توماس داخل یه کارخونه مشغول به کاره. هر بار که حقوق میگیره یه بسته سیگار خوب میده به مدیرش. طولی نکشید که ارتقا گرفت و به عنوان مدیر به یه واحد جدید منتقل شد. مایکل موقعی که ماشینشو برای تعمیر میبره چند تا نوشابه خنک میده به مکانیک. مکانیک کم کم شروع کرد بی سر و صدا بهش مشورت دادن. اینکه کدوم تعمیرات غیر ضروریه که باعث شد مایکل صدها دلار صرفه جویی کنه. تو محل کار دیوید جا پارک پیدا کردن یه کابوسه. اون هر روز صبح یه پاکت کوچیک آجیل به نگهبان میده و خیلی وقته که حتی در شلوغ‌ترین ساعت هم جا برای پارک ماشینش هست. یکی از رازهای کمتر شناخته شده موفقیت سخاوت استراتژیکه. در عصری که هوش عاطفی از هوش خام ارزشمندتر شده، موفق‌ترین آدما استاد خوندن و اثر گذاشتن روی مردم هستن و این چیزیه که خیلی‌ها ازش غافلن. اکثر افراد موفقیت رو فقط یه بازی عددی میبینن. سخت‌تر کار کن، بیشتر تلاش کن، همیشه در حال دویدن باش. اما حقیقت اینه، تو میتونی کل عمرت سخت کار کنی ولی بازم نادیده گرفته بشی اگه نتونی مردم رو درک کنی. چون این بازی فقط راجع به شغلت نیست، راجع به کساییه که روشون تأثیر میذاری، چطور ارتباط برقرار میکنی و چه زمانی حرکت میکنی.